خب در مورد ایران مدرن صحبت میکنیم. این اپیزود 3. در دنیای زندگی میکنیم که UN و سازمانهای حقوق بشری صدای مردم ایران رو نمیشنوند و مردم ایران با خفقان خفت‌انگیزی از سمت حکومت خودشون روبرو هستند و کشورهای دیگه هم قرار نیست منافع ما رو تأمین بکنند. کشورهای محترمی مثل ایالات متحده آمریکا و کشورهای اروپایی هرچند دغدغه حقوق بشر و دغدغه شنیده شدن صدای مردم ایران رو دارند، اما نمیتونن در امور کشور دیگه دخالت کنند. مسئله دیگه، مسئله‌ای که اپوزیسیون ایران و مخالفان جمهوری اسلامی ایران به شدت تضعیف شدن، یا گروه‌هایی مثل منافقین رو می‌بینیم که بیشتر از اون که به اپوزیسیون کمک کنه، در واقع کاری که میکنه بخش از پروپاگاندای جمهوری اسلامی میشه برای توجیه رفتار خودش و توجیه بودنش. خب برمیگردیم به حک واقعیت. بهتون گفتم بو، رنگ و صدایی که میشنوید واقعی نیست، در واقع ساخته ذهن شماست. من میخوام برگردم به همون ویکی‌پدیایی که به شما اشاره کردم، مرتضی نجفی پور مقدم. یعنی امروز که 18 می 2025 شما هنوز میتونید این رو ببینید. این یکی از نشانه هایی است که در واقعیتی زندگی میکنید که تا حدی توسط من هک شده. میگه شاید دیدن این فیلم The Wonderful Story of Henry Sugar شما رو تا حدی با تفکر من آگاه کنه و آشنا کنه. خلاصه جمهوری اسلامی معمولاً در پی مهندسی اجتماعی و اینکه دشمنان خودش رو، کسانی که معترض هستن رو مجرم تلقی کنه. شما حتی میبینید یک برنده صلح نوبل مثل نرگس محمدی که از آپارتاید جنسی میگه، از محکوم کردن اعدام میگه، از خشونت آمیز بودن اعدام میگه، که اعدام به قرون وسطا تعلق داره میگه و اینکه باید اعدام رو متوقف کرد و یک حکومت سکولار و مردمی در ایران ایجاد کرد، کسی که سالهاست داره میجنگه و طعم زندان سیاسی رو در ایران چشیده. این فرد در ایران در زندانه. خب فکر کنید با خودتون، آیا وقت اون نیستش که اگر واقعا میشه واقعیتی رو حک کرد، اگر انرژی در پس این حسی هست از اون استفاده کرد و همه چیز رو تغییر داد؟ گاهن من این رو میشنوم که جمهوری اسلامی میگه شما جرمی رو مرتکب شدید و اون رو فراموش کردید، اما این واقعیت نیست. واقعیت ریاضت کشیدن. شما فلسطین رو میشناسید؟ بله. آیا احساس خوبی به فلسطین دارید؟ نه خیر. یعنی مسئله فلسطین مسئله من نیست. یکی از کارهایی که من کردم در واقع همین حل کردن مسئله فلسطین برای همیشه بود. شما اگر نگاه بکنید عمق استراتژیک ایران دیگه وجود نداره. یعنی جمهوری اسلامی 2 شعار داشت: مرگ بر اسرائیل، مرگ بر آمریکا. در 2 زمینه شکست خورده. از 3 سال پیش شروعی رو میبینیم که امروز جمهوری اسلامی کامل به شکست انجام میده. باز هم به مرتضی نجفی پور مقدم اشاره میکنم و اینکه جمهوری اسلامی که امروز میبینید به ضعیفترین مرحله خودش رسیده. این صدای مردم ایرانه، این آه مردم ایرانه، آه مادران مظلومی که چشم انتظار دختران و پسران در بندشون هستن. این واقعیت رو باید شنید، این واقعیت رو باید به گوش همه رسوند. من نمیخوام کامل در مورد تک تک مسائلی که اتفاق افتاده بگم، ولی واقعیتی که در اون زندگی میکنید کاملا واقعی نیست. مسئله خیزش مردم در 1401 این یکی از اتفاقهایی بود که من خواستار شدم و رقم زدم. مسئله دیگه